سلام، قراره که امروز توی این ویدیو این کاشت قالب پوست ماری خیلی راحت و آسون رو بهتون آموزش بدم. پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید. من برای اجرای این کار از برند شاکمه استفاده میکنم که 5 مدل قالب با شیپ های مختلف داره که همش قالب پوست ماری فرقی نمیکنه که کدومش رو انتخاب میکنید، سلیقه‌ایه. بعد از اینکه با توجه به کرو ناخنتون قالبتون رو انتخاب کردید، اون رو اندازه ناخنتون سایز کنید و یک سایز بزرگتر از اون رو برای ناخنتون انتخاب کنید. حتما باید بزرگتر باشه. نقطه خروجاتون رو علامت گذاری کنید. علامت گذاری لبه آزاد رو فراموش نکنید. یک لایه نازک از آیس ژلم رو سطح داخلی قالبم میزنم به شکلی که رفت و برگشت باشه که تمام حفره‌ها رو پر کنه. 10 ثانیه میره دستگاه و الان از لاک ژل مشکی استفاده میکنم. دقت کنید که لاک ژل مشکیتون از قسمتی که علامت زدیم به سمت لبه آزاد رو فقط باید کاور کنه و انتهای اون رو فید کنید. از بیلدر ژل مشکی استفاده میکنم برای پر کردن همون قسمتی که لاک ژل زده بودیم. دلیل این کارم این هستش که چون قد کار بلنده ممکنه که وقتی شما قالب رو کامل بخواید پر کنید و روی ناخن بذارید دچار ریزش بشه و از لبای ناخنتون بزنه بیرون و کارتون تمیز نشه. من انتهای کار خشک میکنم، میذارم دستگاه. وقتی میاد بیرون شما میتونید ببینید که چقدر زیر کار تمیزه و هیچ شره‌ای نکرده. قالبم رو جدا میکنم و میبینید که چقدر کار تمیز در اومده. حالا فقط کافیه که با یه سوهان کاجی اضافه ها رو از بین ببریم و بعد از اون با سوهان دستی خیلی با ملاطفت گوشه‌های کار رو مرتب بکنیم. سوهان کشی زیاده نداره و خیلی راحت اگر مواد گذاریتون رو تمیز انجام داده باشید. کار رو پینچ میکنم بعد از اینکه از دستگاه در اومد و دوباره داخل دستگاه میذارم. اگه حس کردید برای پینچ کردن موادتون سفته میتونید با فندک مقداری حرارت بهش بدید و بعد پینچش کنید. برای چسبوندن اکسسوری از ژل مخصوص اون استفاده میکنم که از برند فوکسیه. هر کدوم از این محصولاتی هم که خواستید میتونید سفارش بدید. این کاشت فوق‌العاده کاشت راحت و آسونیه و حتی برای کار سالونی هم میتونید از شیپ‌های سالونی ترش با قد کوتاه استفاده کنید. چند تا نکته ریز دیگه هم هست که داخل کپشن براتون نوشتم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.